درود، با یکی دیگر از ویدئوی آموزش HTML و آموزش های با هم بیاموزین در خدمتتون هستم. عنوان این مبحث ویدئو هست اجزای HTML یا المان های HTML، که در این بخش گفته که هر المان HTML یک تگ شروع داره، یک قسمتی، یک بخش، یک مقدار محتوا داره، حالا متن یا هر چیز دیگه ای هست. بعد یک تگ پایانی داره. میگه که هر المان HTML هر چیزی هست که از تگ شروع آغاز میشه و تا تگ پایانم تمام میشه. اینجا نشون داده که هر المانی چه شکلی نوشته میشه، هر المان HTML چه شکلی نوشته میشه. یه تگ نیم با این تگ شروعشه، اون یه مقدار حالا متن یا هر محتوای دیگه که داخل اون تگ قرار داره و تگ پایانی. اینجا مثالی از تگ های HTML آورده که همون تگ هدر یا H1، تگ H1 که خودش یه متنی داخل خودش داره، تگ پاراگرافه بازم یه متنی داخل خودش داره، تگ پایانی پاراگرافه که اینجا نمایشش داده که H1 element content، محتویات اون المان، تگ پایانی H1. اینجا هم برای پاراگراف همین کارو کرده، تگ ابتدا، انتها و محتوای پاراگراف که داخل تگ، بین تگ آغاز و پایان باید باشه. تگ BR یا لاین بریک، این تگ پایانی نداره، محتوا هم نداره. خب اینجا هم همون توضیح رو داده که گفته که بعضی از تگ های HTML تگ پایانی ندارن که بهشون هم تگ خالی میگن. تگ های محتوا ندارن، تگ هایی که محتوا ندارن بهشون میگن تگ خالی، و این تگ هایی که بدون محتوا یا تگ های خالی به حساب میان، المان های خالی به حساب میان، تگ پایانی هم ندارن. خب در این قسمت میخوام کاربرد تگ BR رو نشون بدم، همون لاین بریک. برای اینکه پاراگراف یه حالتی داره که وقتی که یه جمله رو مینویسین پشت سر همدیگه نشون میده و پاراگراف بعدی به اندازه یک خط با پاراگراف قبلی فاصله داره. اما تو لاین بریک از همونجا که لاین بریک رو میذارید مابقی متن به خط پایینی انتقال پیدا میکنه. حالا اینجا یه دونه تگ بریک رو میذارم، ران رو میزنم، نتیجهش رو اینجا ببینید که این اسم کانال به پایین انتقال پیدا کرد. که اگه من بخوام دوباره اینو پاکش کنم، رانو که بزنم یا کنین اسم کانال دوباره برمیگرده به خط بالایی. اینجا رو دوباره یه لاین بریک دیگه میزنم، دوباره همون لاین بریک رو برمیگردونم و بعد از اسم کانالم یه تگ بریک دیگه هم میزنم یا همون لاین بریک. نتیجه کار رو با هم دیگه مشاهده میکنیم. ببینیم که اینجا یه خط یه متنی رو نوشت، اسم کانال رو این وسط قرار داده شد، دوباره خط شکست و باقی متن در خط سوم
نوشته شد. تگ های HTML میتونن تو در تو باشن، مثل تو همین مثال که تگ HTML اولین تگ که داخلش بدنه HTML که با تگ بادی نشون داده میشه داخلش قرار داده شده. داخل باز تگ بادی تگ های هدر و تگ پاراگراف قرار داده شده. اینجا هم توصیه کرده که هیچ وقت تگ پایانی رو فراموش نکنید. بعضی از المان های HTML با وجود نداشتن تگ پایانی درست نمایش داده میشن، اما چون هم گفته در هر صورت به این مسئله که میتونه با وجود نداشتن تگ پایانی اون تگ به درستی نمایش داده بشه، بازم بهش اعتماد نکنید که امکان داره نتایج و خطاهای غیر منتظره رو در پی داشته باشه. و در اینجا یادآور شده که تگ های HTML خود HTML نه تگ های HTML خود HTML به حروف بزرگ و کوچیک حساس نیستن و اینجا تگ پاراگراف با پی بزرگ با تگ پاراگراف با پی کوچیک فرقی نداره. اما توصیه اینه که حتما توصیه اینه که تگ ها رو با حروف کوچیک بنویسید. میرسیم سر تمرین های این بخش. درست یا غلط که سوال کرده که تگ های پایانی تگ های خالی میبایست تگ بسته داشته باشن که جواب غلطه. سوال بعدی گفته که تگ پایانی درست رو واسه این هدینگ قرار بدین. تگ های پایانی درست رو در جای خالی باید قرار بدیم. دقت کنید تگ هدر H4 هستش یا H4 هست. بادی رو تگش رو میبندیم و در آخر هم که HTML رو سند HTML رو تگش رو میبندیم.